الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و اصحابه اجمعین، اما بعد. قبل از اینکه به پاسخی سوالاتی وارده از کانال سوال و جواب بپردازم، چند خواهشی از برادرانی که سوال روان میکنن دارم. یکم، سوالاتی که مربوط به طلاق است، از جواب از این معذرت میخواهم، چون مسائل دقیق است. حضور زوجین یعنی شوهر و خانم هر دو ضرور است و شنیدن از هر دوی از این حتمی است. گاهی از جوابات استفاده غلطی می شود. دوم، هر سوالی که مربوط به حکمت بوده باشه، از جواب سوالات جدا معذرت می خواهم، چون ما مسلمان هستیم. هر حکمی از احکام شریعت برمان رسید بدون از اینکه حکمت از را بدانیم یا ندانیم. پابند شریعت هستیم، به گفته الله و رسول ایمان داریم و او را به سر و جان قبول داریم و عمل میکنیم. دیگه چرا حکمت چی است که شریعت 2 سجده قرار داد ولی چرا 1 سجده را واجب قرار نداد؟ چرا 3 سجده واجب قرار نداد؟ یا حکمت چی است که مرد 4 زن اجازه داره و زن 4 شوهر اجازه نداره؟ از این چنین حکمت ها جدا معذرت میخواهم و برای از اینها دیگر جواب ندارم. سوم، از تعبیر خوابها و همچنان خوابهایی که بعضی ها دیدن حکایتی از او را برای از او تعلیل یا تحلیل یا یک جوابی گفتن، از این چیزا کاملا معذرت میخوام، چون خواب در نزد ما کدام حجت شرعی نیست که کدام حکمی از احکام شریعت بالای کسی ثابت بکنه. خواب هر کس خواب میبینه. گاهی خواب مبشرات است برای یک مسلمان، خواب خوب است، بشارت مجده میباشه برش، و گاهی خواب خراب میباشه، از او استغفار کنه و همیشه پناه بخواه از شر خواب به کسی قصه نکنه. و دیگر خواب، تعبیر خواب، بعضی انسان هایست که خدا برشان موهبه داده تعبیر خواب میتوانند به یک اسلوبی عرض کنن و ما برای تعبیر خواب اصلا وقت هم نداریم و تخصص هم نداریم. چهارم، از تحلیل شعرها، همچنین شعرهای فارسی یا عربی، هر شعری که بوده باشه، برای تحلیل شعرها اصلا جواب نداریم ما، چون شعراست گاهی در شعرشان یک چیزی را مراد میگیره، گاهی یک چیزی دیگری را، و اصلا ما مکلف نیستیم که سخنی هر شاعر آمده در اینجا تحلیل کنیم، تفسیر کنیم، وقت خود در او ضایع کنیم. بجای از او یک آیت، یک حدیث، کلمه خیری دیگر به مردم برسانیم و او را تشریح کنیم تا اینکه استفاده درست شود. اما شعرا اگر گاهی شعر خوب گفته باشن، الحمدلله، قبل از اینکه او شعر بگوید او حرف یا حکم شرعی یا تشویق به کار خیر، قبل از او الحمدلله آیت قرآن داریم، حدیث داریم، او کفایت میکنه و شعری از این به تایید از اوست هم خوب است. اما اگر شعرهای کفری بوده باشه، خرافی بوده باشه، دیگر الله ما را نجات بده از شر از او، دیگر وقتی خود برای تحلیل از او نباید ضایع کنیم. خواهری پرسیدن موی سر چسباندن جایز است یا خیر؟ البته موی سری مصنوعی مرادشان. خواهر محترمه، موی سر مصنوعی از هر چیزی که بوده باشه برای مرد و زن هر دو ناجایز است، حرام است، از جمله کبائر است. رسول الله صلی الله علیه و سلم لعنت فرستادن به زنی که مو می چسباند و همچنان زنی که این عمل انجام میده، وظیفه‌ش همین کار است و این نوعی فریب و تزویر است، باید از این خودداری شود و همچنان گناهی کبیر است.
شخصی پرسیدند انسان گناه هم میکند و هم نماز میخواند، حکمش چی است؟ آیا دعایش قبول میشود یا خیر؟ برادری محترم، ای که نماز میخواند کار خوب انجام میدهد، حکم الله را به جا میارد. ای که گناه میکند کاری بدی را انجام داده. و گناه ها فرق میکنه، گاهی گناهی کبیره است که خطری بزرگ داره و گاهی هم گناه صغایر است که به خواندن نماز از بین میرود صغایر. و اما نماز یا دعایش به گناه الله تعالی قبول کنه، از سرش ساقط میشه، اما از گناه باید توبه کند. گناه کبیره باید از او حتمی توبه کند. همچنان پرسیدن آیا موی سر را دراز ماندن جایز است یا خیر؟ البته شاید برای مردها بوده باشه. زنها خو اصل میست که موهایشان باید دراز بمانند و موی خود قطع نکنند و تشبه به مردها نداشته باشند. اما مردها درست است که موهایشان را تا برابری گوشه هایشان و همچنان تا برابری شانه هایشان بگذارند. رسول الله صلی الله علیه وسلم در وصف موهایشان آمده که تا برابری گوشه ها و تا برابری شانه مو داشتن، البته به شرطی که مو را حفاظت بکنه و همیشه روغن استفاده کنه و شانه کنه و پاک نگه بدارد. اما بعضی ها مو میگذارن، از مویشان بوی میآید و مویشان نهایت کثیف است و شکلی بدی را به دیگرها نشان میدهد. در این صورت بهتر است که این مو را ازاله کنه یا اینکه پاکش کنه. برادری پرسیدن 4 رکعت فرض پیشین را به سوره بخوانی چی می شود؟ برادری محترم، اگر در عقب امام بودی، در 2 رکعتی آخری اگر امام طول کشید قرائتش، اشکال نداره سوره دیگر را انسان بخواند. اما در انفرادی فقط اکتفا به سوره فاتحه بکند و در رکوع برود. خواهری پرسیدن آیا چیدن قاش گناه دارد یا خیر؟ بله خواهری محترم، گناه دارد، بلکه رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت فرستادن. لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم النامصات والمتنمصات، زنهایی که قاشه های خود میکنن، با آله میچینن قاشه های خود. کسی که کار انجام میده او هم مورد لعنت قرار گرفته و کسی که این عمل انجام میده برای دیگرها قاشه های دیگرها را میچینه، همه از اینها مورد لعنت قرار گرفتن و جایز نیست که زن قاشه های خود بکند، با آله باشه یا به دستش بوده باشه، و همچنان تراشیدنش جایز نیست. خواهری پرسیدن زن در وقت حیض و نفاس و همچنان جنابت می تواند که ذکر و اذکار کند؟ بله خواهر محترمه، می تواند که ذکر و اذکار کند، جایز است برش در حالت حیض و در حالت نفاس و همچنان در حالت جنابت. فقط در حالت جنابت از خواندن قرآن چی از رو باشد چی از بر پرهیز کند، و اما در حالت حیض و نفاس از بر قرآن هم بخواند اشکال ندارد، و اما از رو بهتر است که اجتناب کند. شخصی پرسیدن انسانی نماز نمیخواند اما روزه میگیرد، آیا روزه برایش فایده دارد یا خیر؟ برادر محترم، کسی که نماز کلا نمیخواند در کفری ازی هیچ شکی نیست، اما کسی گاهی نماز میخواند و گاهی هم نمیخواند، عده اهل علم ایرا کافر میدانند. وقتی کافر بود دیگر هیچ عملی کافر فایده ای ندارد و به هیچ عملی کافر برش ثواب داده نمیشه. برادری پرسیدن سوره اخلاص را 5 کرات بخوانید خوانده شود، و یا اینکه دعای لا حول ولا قوه را 7 مرتبه یا 7 کرات خوانده شود. فرق میان بار و کرات چی است؟ برادری محترم، 5 مرتبه سوره اخلاص خواندن کدام معلوماتی ما در این باره ندارم،
و آنچه که ثابت است در اذکار صبح و شام 3 مرتبه خواندن. 3 مرتبه طرف صبح، 3 مرتبه طرف بیگاه خواندن سوره اخلاص آمده و همچنان لا حول ولا قوت بر 7 بار خواندن کدام چیزی معلومات ندارم، اما دعای لا حول ولا قوت الا بالله در حدیث آمده که کنز من کنوز الجنه، یکی از انبارها و ذخیره های جنت است که انسان زیاد بخوانه و دعا همیشه ورد زبانش باشه. اما کرت و بار به یک معنا میان، یعنی 7 مرتبه، 7 کرت، 7 بار همگی به معنای واحد است. برادری پرسیدن در کدام نماز دعا با زبان فارسی جایز است؟ در هیچ نمازی درست نیست برادر محترم. نماز به زبان عربی است، همه نمازها به زبان عربی خوانده میشه. چیزی اگر دعا یاد نداری اما قدر چیزی را که یاد داری با اما اکتفا کن، اما دعا به فارسی در خارج نماز بکنید. برادری پرسیدن آیا سنتی پیشین و یا بامداد را قبل از اذان بخوانیم درست است یا خیر؟ برادر محترم، وقت اگر داخل شده باشه اشکالی نداره، وقتی پیشین یا بامداد. اما اگر وقت داخل نشده باشه نمازی نفلی عام حساب میشه و بعد از داخل شدن وقت سنتی پیشین و بامداد خوانده شود.